انقدر رو من زیاد شد که وقتی گاهی اوقات بعد از زمان کارمون میومد دنبال من با یه شوق و ذوقی آماده می شدم که برم ببینمش. میومد دم در دنبال من، وای میستادم، بهترین لباسمو میپوشیدم، آرایش میکردم، به خودم میرسیدم، میرفتم تا در ماشین رو باز میکردم، نگام میکرد، یه اولین حرفی که به من میزد میگفت مگه میخوایی بری عروسی؟ اصلا من یه دفعه جا میخوردم، یعنی چی؟ مگه میخوایی بری عروسی یعنی چی؟ من به خاطر دیدن تو به خودم رسیدم، من به خاطر اینکه بیام پیش تو قشنگترین زیباترین لباسمو پوشیدم اومدم پیش تو. تو باید از این که من همچین آدمی هستم لذت ببری که همچین دختری میشینه کنارت به خودش میرسه. حرفی که به من میزد میگفت اون دستمال جلوی ماشینو بردار، آرایشاتو تمامو پاک کن. مجبور میشدم دستمالو بردارم، تمام آرایشامو پاک کنم. با گریه و واقعا اون لحظه گریم میگرفته. چرا؟ چون با یه شوق و ذوق و علاقه‌ای میرفتم سمتش، یه دفعه این ضد حالو از طرف اون میخوردم. برمیگشتم تا میومدم که از در ماشین بیام پایین، برمیگشت به من میگفتش که برو بالا، از چادر مامانت، از وسیله‌های مامانت چادر مادرتو پیدا کن، چادرتو سرت کن، بیا با هم بریم بیرون. بعد بهش میگفتم ببین مامان من چادر نداره، چرا اینو باور نمی کنی؟ میگفت یعنی مامان تو یه چادر نداره که بخواد بره حتی برای زیارت سرش کنه؟ مادر من یه چادر داشت، اون سالها تو کمد بود، تو چمدون بود، که شاید یه زیارت به زیارت مشهد میخواستم برن، اونو برمی داشت استفاده میکرد. و این آدم منو مجبور میکرد که تو همین الان پیاده شو از ماشین، برو چادر مادرتو پیدا کن و بیا سرت کن که بیا با هم بریم بیرون. وقتی میدیدم این حالت پیش اومده اصلا با گریه درو میبستم میومدم بالا، دیگه باش بیرون نمیرفتم. مادر من وقتی منو میدید که با این حالت با شوق و ذوق به خودم رسیدم، رفتم بیرون، به خودم رسیدم، بعد به 5 دقیقه یا 10 دقیقه نمیرسید برمیگشتم خونه، به من میگفت چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ میگفتم هیچی ماما. میگفت خب بگو چه اتفاقی افتاده. میگفتم هیچی ماما، حال ندارم، میخوام برم بخوابم، اصلا حوصله ندارم. روم نمیشد برای مامانم تعریف کنم که این آدم چجوری با من رفتار کرده و چی به من گفته، و اون برنامه رو کنسل میکردم، دیگه نمیرفتم. بعد از اینکه حالا این اتفاق بینمون میافتاد، زنگ میزد، دلجویی میکرد، قربون صدقه میرفت، تو که میدونی من چقدر دوستت دارم، تو که میدونی من چقدر تو رو میخوام، من اگه بهت میگم که ناخوناتو لک نزن، آرایش نکن،